بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور و سعادتمند باشد. طاعات و عبادات تک تکتان قبول درگاه حق. عزیزان دل، امروز در خدمتتان هستم با دو نوع دلمه، یکی برگ تاک و یکی باینجان و کدو. عزیزان دل، مواد لازم برای دلمه هر دوش یک مواده، ولی فقط مزهاش یک ذره طعمش فرق داره. یکیش با باینجان، یکیش هم با برگ انگور. عزیزان دل، مواد لازم برای دلمه بادنجان: 2 عدد بادنجان، 2 عدد کدو، 3 عدد دلمه، 5 عددم باینجان رومی. این هم برگ تاک مچاست کردم من که آبپز شده و آماده گرفتم من از بازار. الان 300 گرم گوشت چرخ کرده داریم، یک مقدار شبت داریم، یک مقدار جعفری داریم، 3 عدد پیاز داریم، 1 عدد لیمو داریم، 1 قوزه سیر داریم دیگه، عدی باب، زیره، مرچ سیاه، عدی کاری، تخم گشنیز، نمکم، مقداری هم برنج دارم که من برنج قبلا خیس کردم، به مدت 1 ساعت گذاشتم کنار. از دل میایم پیازا را خرد منم در خرد کن. خوب بکشیم. نزدم پیازا خرد منم مندازم داخل یک کاسه. دوباره داخل ازم خرد کنم یک مقدار جعفری که داشتم، یک مقدارم شبته که داشتم. اینا رو مندازم با چند دندانه سیر، 1 تا 3 دندانه کوچیکش میذاریم، بقیه‌اش هم مندازیم. این مواد داخلی دلمه. از جلو سبزی را خرد کردم، در بین خرد کنم قشنگ اینجوری شدن. الان میره میذاریم پیاز ما را آبش میگیریم. پیاز ما هم برای وسط داخل دلمه هم برای لعاب بشه. از دل میایم که باینجان سیاه هم را بگیرم سر تایشه. به 3 قسمت تقسیم منم. ایرم سرکشم میگیرم به 2 قسمت تقسیم منم. اینا رو من قبلا همه رو شستم، خشک کردم، آماده کردم. الان استفاده من یکی داخل از اینا رو خالی منم. اول از مرچ من شروع کردم. داخل مرچ خالی منم.
از دل ما این پیش خود دیگه بتشی از دل ما مقدسی چاپوکک وسط از زیر قشنگ خالی منم اینجوری در داده اول از چیش مواد داخل وزیره نیاز داره ما دوباره همینجوری کشیده تا تای تره نمودیم که تایش سراغ شود تا جایی که جای داره ایره خالی منه ولی مواد داخلی از ایره لازم داره ماشو اینجوری داخلش خالی کردم میرم همینجوری طبق ازو کلگی داخلش خالی منم از در ما همه چیز مغزش باینجان و کدو گرجه و دلمه کلگیش مغزش خالی کردم این موادای مغز کدو و باینجان و دلمه که البته نمیندازم به خاطر که ترخک میشه گرجه رو به خاطر که آب داره نمیندازم اینایی فقط کدو و باینجان اینا رو همه رو قده شبت و سیر و جعفری که داشتم در خودکن میندازم اون رو قبلا خود کرده بودم الان باز دوباره از اینا با هم مخلوط منه از دل مواد ما رو خورد کردیم در خودکن الان میایم ما پیازها رو آبش گرفتم 3 تا پیاز داشتم یک مقدارش برای لابش گرفتم اینقدرش برای داخل خود 300 گرم گوشت که داشتیم اون رو اضافه منه سبزیایی که داشتیم اون رو اضافه منه برنجی که من قبلا آب کشیده بودم اونم داخلش اضافه منه خیس کرده بودم ببخشید برنج رو من قبلا ششته و خیس کرده بودم از دل ما اینجا عدیه کاری داشتم یک مقدار مندازم اندازه یک سر قاشق غذاخوری یک سر بیشتر تخمه گشنیز داشتم اگه گشنیز تازه باشه که خیلی خوب میشه که تخمه گشنیز مجبور نشم بندازم مرچ سیاه یک مقدار مندازم یک مقدارم سیره رو خیلی کم یک مقدارم نمک داخلش بندازم اینا رو که اضافه کردم با دست کلش مخلوط با دست کلش مخلوط منم به کلگیزی گوشت با مواد ما مخلوط شد برنج و گوشت اگر سبزیات معطر هر کدوم که به دل خواهر که دوست داشته باشه میتونید اضافه کنه در شهر ما گشنیز پیدا نمیشه من از تخمش استفاده کنم هم از مواد که اضافه گت کردیم با هم دیگه من اول گرفتم پیاز را که چی کردم خورد کردم اینقدر شب برای لابش یا برای مسلس روی چی گرفتم روی دلمه های الان میگیرم تا که دلمه ها رو پر منم حاضر منم کنار و پیاز میذارم که زرد شود بسم الله الرحمن الرحیم هم از روغن که دیگه بندازم که برای لابش
اینه میذارم که تا زرد شوم و برم به ادامه دیگه کارهای خود. از دل من میایم اینا رو برگ دور مرا پر منه، برگ انگورم پر منه، یک جا نازک، این از اینجا قد منه. اینجوری همینطور ادامه میدم تک تک. مثل دلمه با دلمه برگ ترکی هست، خیلی یک طعم خاص و یک مزه ترش رقم. دلمه ترکی ولی خوشمزه تره، مواد داخلش با ما فرق من. اگه مایل بودین دلمه ترکی هم براتون درست کنم. من این رو به سبک افغانی درست کردم. مثل دلمه ما به همین ترتیب که نشان دادم ادامه میدم تا آخر دیگه، تا آخر که موادی که داریم پر منه همونا رو باز دوباره بهتون توضیح میدم. به همین سبک کلگیشو میپیچانم. از دل ما پیاز ما زرد شد، سیری هم که داشتم قد گرجه با هم انداختم که خود شود. الان میندازم داخل ازی گوجه هایی که 5 تا داشتیم، چیایش داخلکایش قد 2 تا گرجه دیگه خود کردیم دیگه انداختیم. الان یک قاشق غذاخوری رب داریم که میندازم. میذارم که اینا خوب سرخ شد. این سس روی دلمه الان مقدار نمک مندازم به قدر ضرورت. داخل دلمه هم نمک داره، نمک شکنتر. یک مقدار مرچ سیاه مندازم، خیلی به کم معجه کاری مندازم، خیلی کم. اینا میذارم که سرخ شود تا ادامه ویدیو هستیم با هم دیگه. از دل ما با این جانا رو که خالی کردم یکی یکی داخلاشو با قاشق اینجوری پر میرم. یک مقدار خالی میذارم چون برنج داره، برنج که بوده که پخته شد برنج بالا میره پر میشه. این داخلکایش سرکایش پس سرش میذارم.
از دل الان میایم که دلماره اینطوری من لاب درست کردم، لابدک مثلا گرفتم، تهیهشم یک ذره روغن انداختم، اینا رو دانه دانه اینجوری میچینم کنار هم. باش که سر دیگه ما خونش کنم، اولی رو بیچینم باز روشن. دیگه می کوچیک دیگه بلند درش. از دل ما دیگ ما کوچیک بود، من دیگ ما رو عوض کردم، الان زیر دیگم روشن کردم. لابه که داشتیم یک مقدارش برای چی نگه میداریم دیگه شکل اگر روی از این بندازیم. خیلی مقدار کمشه بر دلمه برگردم نگه میدارم. اینم یک خلاصه دیگه مواد. الان یک لیوان نیم آب مندازیم. آب ما آب جوش هم نیست، گرم آوره داغه، چون که ما آب جوش نداشتم. یک لیوان نیم آب گفتم مندازم. به خود روی خود دای من هم مندازم، کنارش مندازم. الان دم کن میذارم رویش، میذارم زیرش شلو پخش رو میذارم قشنگ تا بخیر. اول میذارم که خوب جوش کنه، جوش که کرد با زیرش پخش منم شلو پخش کن میذارم. در مدت یک ساعت اینا میذارم زیرش پخش کرده که یواش یواش پخته شد. از در من الان دوباره یک مقدار مرچ سیاه توی از لاب اضافه منم، یک قاشق مربا خوریده، قاشق چای خوریده داخلش نمک اضافه منم. لیموهایی که داشتم معیدول من قشنگ اینجوری پیچاندم توی دیگ درست کردم. لیموهایی که داشتم علقه منم. اینا رو همینجوری دانه دانه دانشتیر شد روی از اینا قرار میدم. از دل لیمو رو خورد کردیم، یک مقدار آب، همه آب نمیندازم روی از لابه که داشتم میندازم، چون که خود گوشت هم آب میکشه. دیگه از این لابه دوباره روی از همینجوری میندازم. اینا کندافتم، یک دانه پشقابک کوچیک آب به این صورت به سر از میذاریم که زیاد چی نشه. دندگی دوباره سر از میذارم. اینم در این طرف باز رو میذاریم و زیرش پخش بده. اول میذارم که جوش بیه، باز جوش که آمد زیرش پخش منو میذارم. دوست عزیز
دلمای ما پخته شد. الان میایم که بکشیم. دلمه چیرم از زودتر یک طرف خاموش کردم زیر بشه، دلمه بعد تا یک ذره زودتر پخته میشه، ولی این هم 1 ساعت طول میکشه. هر دوتاش پخته شده. الان میایم که بکشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سرک دیدم پس منم لیمون از روش بر میداریم. پخته شد. الان دیگهش هم همینجوری دانه دانه این از گرجش، این از باینجانش، این هم از مرچش. الان کدوشم میکشم. اینا همش پخته شده. الان یک مقدار روغنش هم روش بریزیم. از دل الان دلمه برگ داکما رو میکشیم دانه دانه. خیلی هم جالب پخته شده دانه دانه. از دل ما دلمه ما درست شد. امیدوارم که از این برنامه ما خوشتون اومده باشه. از دل لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. یک دنیا تشکر بابت همه چیز. از دل شما رو به خدای کریم رحیم میسپارم تا ویدیوی بعدی. خدا یار و نگهدارتون.